مثال 11 دو عددهای بطنی A B داده شدند. درستی گفتاری عددهای A و B هر دو جفتند یا هر دو تکند یافته شود. خب حل مثال سرشید نحوه چیکار میکنیم؟ شرطی که گفته است هر دوش یا تاق باشن یا جفت باشن. شرط مثال انگار طلب که است. برای همین آغاز میکنیم. قیمت ها را میگیریم ماده تقسیم. اینجا میبینیم که هر دوش نال باشن. так اینجا S مینویسیم. S D. так اینجا چیکار که میبینیم باید هر دوی قیمتمون مثال پیشتر و کمتر خطش نگیده در اینجا درمون مانده بود. işlem استودنت استودنت. خب انا işlem میگذاریم. اصلاح را اینجا دوامش میتیم. خب اس برابر نول باشه یعنی هر دی همین ها اگر اینجا هم نول باشه ای هم نول باشه درسته. مثال دیگریمون اگر اینجاش با اس میشه هر دی همین ها اگر یک باشن درسته هیچ دی میشه. خب یعنی قیمت های ما هر داشت جفتم باشه مثالمون درسته. اگر هر داشت تا کم باشه مثالمون درسته. یک تاش جفت یک تاش ناجفت یک تاش تا این به حساب نمیره. هر دی همین ها باید یک خلا باشن. خب میگذاریم و مثالی نوبتی. مثال 12 سه عددهای بتونی ABS داده شدند. درستی گفتاری هر یکی از عددهای ABS مثبتاً سنجیده شود. مثالمون کمتر فرق میکنه. تکه گفته است چرا که گفته است هر یکی از سه عددها همش چی باشن باید مثبت باشن. برای همین ما داریم ABS دیجا زیادتی های دیرمون بازش میکنیم. هم دیمو در کار نیسته. خب سته وارد کنم نداریم. انا که اشتا تکستی سه را واردش میکنیم. خب انا if if نمیست جاشتا ایماده یک رگش دیوتی های انا چکار میکنیم هر یه عددی که داریم میسنجیم که اینو کلونن یا اینکه به یا اینکه اینو خوردن. اگر رفت همین ها اینو خورد باشن آنگاه مثالی ما نو درست میشود. ایشان میگیریم خلاص که A داخل کننده داریم B داخل کننده داریم S داخل کننده داریم همش هم میسنجیم که همه ای 0 در کلمن یا اینکه نه. اگر همه ای 0 در کلمن باشد درست. اگر یک تای همین اقلا هم خورد باشه یا نو یا اینکه نابرابر باشه ایش نو درست میشه. این مثالی 12 هم میگذاریم و مثالی 13 هم. مثال 13 سه عددهای بتونی ABS داده شدند. درستی گفتاری اقلا یکی از عددهای ABS مثبت است سنجیده شود. اینجا هم سه عددهای ABS داده شدگی‌اند. در اینجاش این شرطش گفته است که حداقل یعنی در شرط پیشینه هر سه همین ها باید مثبت میشدن. ABS من هر سهش انا درش گفته است که اقلا یکی از همین ها مثبت است درست است. یعنی ما جای اینده علاقه ای اپراتوری اور استفاده میبریم. اور یا گفتنی گپ هست اگر شما ندانید اینجا یا یعنی چی S کلونی 0 یا B کلونی 0 یا A کلونی 0 درست. اگر همش خورد باشه نه درست یا اینکه همش برابر 0 باشه یا نه درست. خب میگذاریم به مثالی 14 هم. مثال 14 سه عددهای بتونی ABS داده شدند. درستی گفتاری تنها یکی از عددهای ABS مثبت است سنجیده شود. خب مثال 14 گفته است که سه عددهای ABS داده شدگی هستند. شرط مثال باش قریب مانندی دارن که اینجا یه فرقیتی کم ترکک داره که گفته است تنها یکی از عددها مثبت است. یعنی همین A B S که داریم A B S که ما داریم همین یا A خودش طاقه مثبت باشه یا B خودش طاقه مثبت باشه یا اینکه S خودش طاقه مثبت باشه. اگر A هم مثبت باشه مثال B هم مثبت باشه جواب باید نادرست بیاید. اگر B هم مثبت باشه S هم مثبت باشه جواب باید نادرست بیاید.
اگر که مثال او اس هم که مثبت باشن باید نادرست باشن باید یک یعنی یا چیشان درست باشن یعنی مثبت باشن این هر دوشان خوردی نولش میکنه برای که مثال من درست کار کنم یکم ما سنجیده هستیم ایم کلون نول این هر دوش خوردی نولای این میشوه مثبت انا اکن دوامش میتیم دوتای دیگه شما باید که بسنجیم خب اینجاش ما علاقه ای LCF استفاده میبریم انا ایشا عبد ара که میگیریم خوردی نولش میمونیم نوبتی بیرم میسنجیم بیرم میگیریم کلونی نول میمونیم علاقه ایشا هم درست میگذاریم به مثالی دیگریشم خب işte بیره که کلون مونده بودیم علاقه جوش دا تیرچه رئیس میمونیم ایسا کلونی نولش میگیریم با همین اصول علاقه مثالی نوبتی مونم یعنی مثالی 14 هم مونم تایور میگذاریم به مثالی 15 هم مثال 15 سه عددهای بتونی ABS داده شدن درستی گفتار تنها دو تا از عددهای ABS مثبت هم سنجیده شود خب چطور که شرط مثال دادیدیم گفته است که تنها دو تا از عددهای ABS مثبت هم سنجیده شود یعنی هر سهش مثبت باشه باید جوابیمون نادرست باشه اگر یک تا هم مثبت باشه باید جوابی دو تا دیگه شما باشه جواب ما باید نادرست باشه باید که دو تای آنها چی باشه مثبت باشه ایا مثال پیشینه استفاده میبریم خب علاقه ای ما کلون نول بود برم علامتش تغییر میدیم یعنی کلون نولش میکنیم این درست شد انا ایشته مثال میگیریم خب برای که کلون نول موندیم نوبتی ایش میشود که به خودش کلون نولای در اینجا میمونیم اس هم کلون نول میمونه یعنی وقتی او بی ما کلون نول شد اس خوردی نول شد درست اگر اس بی ما هم کلون نول باشه او خوردی نول باشه ایش هم درست نوبتی او بی هسته او اس مونده که اس کلون نول او هم کلون نول در این حالت هم درسته خب وگرنه نادرست در باقی مونده حالت هم این بود 15 هم مثالی 15 هم تا نوارهای بعدی سربلند و خانه آباد باشن